فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. کسی که دختر خود را به شخص داده باشد که شراب می فروشد، البته پدر و مادر راضی نبوده، دخترش خواسته، چه حکم دارد؟ لطفا جواب بدهید. اول که کدام دختر خودش راضی بوده، پدر مادر راضی نبود، و نکاح باطل است. پیغمبر علیه السلام میگه ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها، نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. و در یک حدیث میگه انما لا نکاح الا بولی، باید پدر و مادر راضی باشه. البته در نکاح دختر رضامندی پدر و مادر و رضامندی خود دختر و بچه هم ضروری است، لحاظ اردو شوه. اگر انتقاد پدر و مادر از نگاه دین باشه بالکل قابل شنیدن است، باید دختر و شوهر نگیره. اگر پدر و مادر بیجا انتقاد کرده باشه، باز میتونه کسی دیگر ولی خود مقرر کنه و نکاح بکنه. چون که اینجا دختر خودش راضی شده به همراه کسی که شراب میفروشه و به جانش که رزق حرام خورده بره انشاءالله، باز دیگه جهنم اول گوشتش لایق جهنم میشه. چرا که پیغمبر علیه السلام میگه که کدام گوشتی که بر حرام تغذیه شود مستحق آتش جهنم است. پس اگر آگاهی ندارید از مردم با خبر بپرسید.